دوستان رسیدیم به رستوران شازده در بازار صادقیه تبریز که حالا بریم داخل رستوران تا آدرس رستوران خودشون خدمتتون بگم و منوی غذاهاشون هم ببینیم. ببینید غذاهای روز و اینجا رو تابلو می نویسن که چه چیزایی دارن. غذاهای تنوری ویژه شازده، کوفته تبریزی و آبگوشت تنوری و خورشت روزشون هم امروز قرمه سبزی هستش که حالا با هم بریم. اینجا بازار سرپوشیده تبریز، بازار صادقیه روبروی بانک ملت، رستوران شازده. شهر تبریز دست دردان قربان جانان می‌کند، سرمه چشم از غبار شبش میهمان می‌کند. تبریز مرا به جای جان خواهد بود، همواره مرا به زبان خواهد بود. سلام علیکم. مشتاق هستم. Bu uşaqlara ağa bunlara bakın uşaqlara. Selamet olsun. Onlara sıçın. شلوغ مخصوص 990 42 فیل ممتاز 840 مخصوص 750 برگ ممتاز 820 برگ نیم مخصوص 650 معمولی 600 سلطانی 800 بختیاری 650 خورشت هویزی قرمه سبزی بادمجون قیمه. دوستان اومدیم به بازار امیر که اینجا بازار طلا فروشا هستش و دالونای مختلف و زیادی داره که همش داخلش مغازه های طلا فروشیه.
اینجا ببینید قیمت 1 گرم طلای 18 رو 7 میلیون و 703 تومنه و یه مسخالش هم 3 میلیون و 337 تومن زده بود. ببینید اینجا تمام دالونایی هست که به مغازه‌های طلا فروشی می‌خوریم. حالا تا انتها بریم. بله دوستان، تا انتها که بیایم از این بازار سرپوشیده سر در میاریم، از این بازار اصلی رسیدیم به این بازاری که میوه فروشا هستن که نوشته دربند جامع سمت راست و حالا ما از سمت راست میریم و اینجا ببینین غذاخوری جعفری، آبگوشت و کباب داره اینجا که حالا با هم بریم داخل رستوران هم ببینیم. و دوستان من نمیخوام الان اینجا غذا بخورم، ولی میخواستم یه فیلم کوتاهی از همین بیرون برای شما عزیزان بگیرم که ببینین که این رستوران هر چندم که کوچیک و جمع و جوره الان سر ظهر چقدر شلوغ شده و همینجوری دسته دسته مشتریا میان و میرن. دوستان رسیدیم به بازار مظفریه که فیلم این بازار من کامل برای شما از این گرفتم قبلا. خب دوستان رسیدیم به رستوران حاج عباس علی در قلب بازار سرپوشیده تبریز. بریم داخل. دوستان عزیزم، من این رستوران ها رو برای شما دارم فیلم میگیرم توی بازار به خاطر اینکه ببینین که بازار تبریز پر از رستوران های عالیه با غذاهای با کیفیت که همش هم سر زور که میشه هم مردم هم که خود بازاریا میرن و از غذاهاشون نوش جان میکنن و این رستوران ها یکی از جاذبه های شهر تبریز، یکی از جاذبه های گردشگری شهر زیبای تبریز به حساب میاد، در کنار بازارهای تاریخی و سرپوشیده‌ای که داره. فقط اینجا رو نگاه کنید الان خودتون و حالا داریم هی به سمت سرسبز شدن و هم که تا انتهای فروردین که دیگه تموم بشه و اردیبهشت ماه شروع بشه قشنگی این بازارها 100 برابر میشه، زیباییشون واقعا 100 برابر میشه و عصرا مردم همجوری میان اینجا میشینن و سر ظهرم که خدمتون گفتم دیگه رستوران ها همینجوری مردم میرن و میان.
الان اینجا هم ببینین تو این راهرو 2 تا رستوران هست در کنار هم دیگه. یکی رستوران سنتی فرش و اون یکی هم رستوران سنتی مطبخ. رستوران آبگوشتی که قبلا فیلمش رو براتون گرفتم دوستان. از اینجا سرای شاهزاده کوچک هستش که ببینیم. و دوستان عزیز این کاروانسرا و اون یکی کاروانسرای دیگر من همه رو فیلمش رو برای شما عزیزان گرفتم. ممنون میشم که بزنید روی لینک و تماشا کنید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. تبریز جاهای دیدنی بیشماری داره که من سعی میکنم در کانال خودم همه رو برای شما عزیزان نمایش بدم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.